سلام. من فکر کردم خیلی بدشانسم، واقعا فکر کردم خیلی بدشانسم تا اینکه این عکسو دیدم امروز. اینا دانی و رانی دو تا برادرن که از بالا از همدیگه سوان میرسن به پایین، یعنی از کمر به پایین یه دونه، یعنی دو تا آدم مختلفن، یه دونه کون دارن، یه دونه هم مخرج دارن. یکی از اینا دانی یه همجنس بازه و هر دفعه میخواد با پارتنرش که همون که میبینین باشه کثافت کاری کنه، از نصفه سوراخ رانی هم مجبور استفاده کنه. رانی اصلا اهل این کارا نیست، چون یه مغز متفاوت داره، یه بدن متفاوت داره، ولی متاسفانه دانی کثافت کاری میکنه و از نصفه چیز داداش هم استفاده میکنه. یه دونه باسن هم بیشتر ندارن. حالا هر موقع که فکر کردی خیلی بدشانسی، یا رانی بیچاره بیفت که بدون هیچ تقصیری همونجوری اون گوشه نشسته، پارتنر داداشش میاد ترتیبشو میده میره، چاره‌ای هم نداره. یعنی حساب کن گیر کردی توی وضعیتی هیچ چاره‌ای هم نداری. تمام.